بسم الله الرحمن الرحیم. پروگرام HTML شروع میکنیم. اساسات وبسایت یا اساسات ساختن وبسایت یا اساسات وب دیزاینینگ از پروگرام HTML شروع میشه. HTML در حقیقت کدام پروگرامینگ لنگویج نیست، یک پروگرام است یا فطور بگویم مجموعه کدایی است که از طریق از اون ما میتونیم وب پیج دیزاین کنیم. وبسایت نه بلکه وب پیج دیزاین کنیم، ولی از طریق HTML ما وبسایت استاتیک هم میتونیم دیزاین کنیم. خیلی وبسایت چی میگه و وب پیج چی میگه؟ اول باید فرق وبسایت و وب پیج رو بفهمیم. خب دیگه تنشتر میکنیم single page of website is called web page. یک پیج یک وبسایت به نام چی یاد میکنم؟ به نام وب پیج یاد میکنم. ولی اگر ما وبسایت میگیم پس وبسایت چی رو میگه؟ collection of web page is called website. مجموعه صفحاتی که ایجاد شده مجموعه صفحات وب او را وبسایت میگن. پس ما در HTML چی میکنیم؟ وب پیج دیزاین میکنیم، یعنی پیج ها را دیزاین میکنیم که مجموعه اینمی پیج ها برای ما یک وبسایت میده. این وبسایت چه قسم وبسایت است؟ وبسایت استاتیک است. استاتیک به این معنی که کل چیز شما خودتان معرفی میکنید. یعنی اگر یک پاراگراف رو در وبسایتتان میخواهید نمایش داده شود، او را باید شما نوشته کنید. اینطور نیست که شما مثلا به شکل داینامیک اونجا کدام بتن ساخته باشین یا کدام مثلا زمینه دیگه را مساعد ساخته باشین که از طریق از او یک فایل اتچ کنین یا کدام داکیومنت بیارین در وبسایتتان یا کدام عکس بیارین مثل که در یوتیوب و دیگه پاش شما میتونین بیارین. صحیح؟ یعنی اون یک چیز ما در HTML ساخته نمیتونیم. HTML وبسایت استاتیک برای ما میسازه. یعنی ما اگر بخوایم در وبسایت ما یک پیکچر باشه، یک ویدیو باشه، در وبسایت ما مثلا یک ساوند باشه یا کدام داکیومنت ورد باشه یا کدام در کل یک متن پاراگراف هر چی که باشه، او را ما پیش از پیش خودمون معرفی میکنیم. او به شکل ثابت همیشه تو باقی میمونه. خب موضوعات بیشترش اینجا در این آفلاین سایت دبیتر اسکول میبینیم. این آفلاین سایت دبیتر اسکول است، یعنی این به سطح جهان به استاندارد جهان این کریکولم میسازه. یعنی کریکولم دبیتر اسکول استانداردترین نود در سطح جهان است که حتی در وسط پانتونام از استفاده میکنن. خب ما فعلا از HTML شروع میکنیم، نوتای HTML رو میخوانیم و کم معلومات راجع به HTML میگیریم. بعد از اون باز سر موضوعات دیگه‌اش خواهد رفتیم. خب HTML فهمیدیم که برای ما یک وبسایت استاتیک میسازه. یعنی ما استراکچر وبسایت خود توسط HTML میسازیم. استراکچر یا ساختمان وبسایت خود. مثلا ما فرم ضرورت دارم، مثلا ما ضرورت دارم که پاراگراف ها را نشان بدم در وبسایت خود، یک فرم جور کنم. مثل که فرم شما اگر در جیمیل یا یاهو مطمئنن که اکانت ساختین براتون، وقتی که اونجا وبسایت جیمیل یا هاتمیل حساب باز میکنین، اونجا یک فرم داره که فرم شما خانه‌پوری میکنین یا کدام اکانت فیسبوک جور میکنین، تو فرم خانه‌پوری میکنین. فرم که خانه‌پوری کردی بعد از اونجا سابمیت میکنی یا ساین این میگی، اکانت برات ساخته میشه، معلومات روان میشه برای سرور. خوب باز سرور بیس است. در حقیقت فرم از اون ساخته شده توسط HTML ساخته شده. یعنی فرمش توسط HTML ساخته شده. او بعد گپای دیگه است که باز PHP و اینا هم کدش استفاده شده. پس HTML اختصاری چی است؟ HTML stand for Hypertext Markup Language. یعنی یک لنگویج مارکاپ است. چه معنی؟ هر چیزی را که ما می‌خوایم در وبسایت ما باشه، او را ما مارک می‌کنیم، نشانی می‌کنیم، معرفی می‌کنیم، خودمون تعریف می‌کنیم. یک مارکاپ لنگویج است. این کدام پروگرامینگ لنگویج نیست. این اختصاری انترکس است. HTML. خب HTML یعنی ضرورت به این نداره که ما بخاطر کار کردن یا بخاطر استفاده کردن از HTML یعنی کدام ادیتر ضرورت داشته باشیم. مثل که شما اگر C++ کار کرده باشین یا با C++ بلد باشین یا مثلا با PHP کار کرده باشین یا به شکل پروگرام‌های دیگه که است یا مثلا از بخش پروگرامینگ لنگویج است یا برای وبسایت ساختن یا پاس استفاده میشه. اونا هر کدام مثلا PHP سرور بیس است، در سرور رن میشن. شما برای از اینکه کدای HTML رن کنین، یعنی نتیجه کارتان، نتیجه کدایی را که نوشته کردین ببینید، ضرورت به کدام یعنی ادیتر ندارین. یعنی در کل ضرورت به کدام اپلیکیشن سافت‌ویر ندارین
که نتیجه کدای HTML تانه یا نتیجه وبسایتی را که شما از طریق کدای HTML ساختین ببینید. میدونین ساده با اینمی نوتپد خود ویندوز شما کدا رو نوشته کنین، بعد از اون نتیجهش میتونین با یک براوزر ببینید. براوزر، اینترنت اکسپلورر، هر براوزری که باشه میتونه کدای HTML را اینترپریت کنه. ببینید یک موضوع اینترپریت است، یک موضوع مثلا چی است؟ کامپایل است. ما یک کامپایل داریم، یک اینترپریت داریم در کل در بخش پروگرامینگ یا در بخش وبسایت که شما می‌ذارید در کل از کد که استفاده می‌کنید و کد شما یا کامپایل میشه یا اینترپریت میشه. کامپایل کرد در حقیقت یعنی خط به خط ترجمه کردن میگه. اینترپریت که است یک بار ترجمه کردن اینترپریت میگه. یعنی کدای HTML که شما نوشته می‌کنید کدای HTML توسط اینمی براوزر ها اینترپریت میشه. چه قسم؟ فرض کنم من اینجا 1000 خط کد یک رو نوشته کردم. با مجرد که من را در کدام براوزر باز میکنم یعنی کل اینمی ها در حقیقت یک بار اینترپریت میشه. اینترپریت چی را میگه؟ فرض کو این یک داکیومنت است، یک کتاب است، یک کتاب انگلیسی است. من برات دادم این را گفتم برای من ترجمه کن. حالا تو این را به دو شکل برای من ترجمه میکنی. یا ایست که مرا پیش خود میشانی یک لغت یک خط میخوانی بعد از این را برای من ترجمه میکنی کی را کامپایل میگه. یعنی خط به خط میخوانی باز را برای من ترجمه کرده این را کامپایل میگه. یا ایست که ایتو میکنی که مکمل اینمی داکیومنت میبری پیش خود ترجمه میکنی بعد از اون انگلیسیش در یک کتابچه فارسیش در دیگه کتابچه نوشته میکنی برای من میدی این را اینترپریت میگه که در حقیقت اینمی براوزرها کدای HTML را اینترپریت میکنن. ما مجموعه کدا رو نوشته میکنیم باز که براوزر رن میکنیم. خب کدایی را که ما نوشته میکنیم در حقیقت براوزر پس اونمو کد برای ما نشان نمیده، یعنی نتیجه اون کد برای ما نشان میده. چرا؟ چون خود HTML یک مارکاپ لنگویج است. وقتی که ما مارک میکنیم یک ساحه را و او یک کد مارک میکنیم، یک قسمت یک کیورد یک موضوع را نوشته میکنیم داخل یک تگ که او مارک شد، یعنی توسط تگای HTML میگن او که مارک شد باز براوزر میفهمه که این کد HTML است، او را اینترپریت میکنه. اگر نه این متن عادی که باشه این را اینترپریت میکنه. خب این متن خودش نشان میده ولی کدای HTML خودش نشان نمیده. کدای HTML برای ما ریزالت نتیجه نشان میده. خب حالا میریم موضوعات دیگر میشه که از این نوت استفاده کنیم در قسمت HTML بیسیک HTML است که باز بعد از بیسیک اینجا ادوانس HTML است و بعضی اگزمپلایش کار کرده و هم رفرنسایش است. صحیح؟ راجع به تگ لیست است و اتریبیوت و ایونتس ها و به شکل کلر نیم و این گپ است. خب یک معرفی از HTML کرده. اینجا میبینید که HTML سایت کلیت اسکول HTML چی گفته. خب HTML اینترسکشن اگزمپلش اینجا مثالش برای ما نشان دادم. اینا رو در حقیقت هر کدام اینا رو تگ میگن. اینا رو برام تگ یاد میکنن. گیره پیش خودم تو خوب حفظ کنید. یا رو تگ میگن یعنی کدای HTML که شما نوشته میکنید داخل اینمی تگا نوشته میکنید. اگر خارج از این تگ نوشته کنید بازو رو برات به شکل تکست نشان میده. یعنی اینجا تو نوشته کردی بادی. این خود در حقیقت در بادی براوزر برای ما نشان میده. حالا بادی و ایگا پارم باز میبینیم. در بادی براوزر خود نشان میده. ولی وقتی که داخل تگ نوشته شد و این یک کد HTML بود. یک کد HTML بود و داخل تگ نوشته شد. بعد از اون براوزر رو میشناسه و این را اینترپریت میکنه. صحیح؟ در غیر از اون این را براتون به شکل یک بادی تکست نمایش میده. خب یعنی اینا رو به نام تگ یاد میکنیم. تگای HTML. یک مثالش از در بیشتر گرفتیم اینا رو کلش تشریح میکنیم. هر تگ HTML که از با چی شروع میشه؟ با این علامه شروع میشه. داخل قوس همو کدش نوشته میکنین، همو تگ نیمش نوشته میکنین و بعد از اون این طرفش هم بسته میکنین. صحیح؟ ولی این بسته کردن از خود تگ است. صحیح نیست؟ تگی که یعنی به حساب شروع کردین و داخل از این کد نوشته کردین یا کدام کیورد یا کدام کد HTML نوشته کردین. ولی وقتی که خود اینمی تگ بسته میکنین باز عین که فقط عین چیز نوشته میکنین، یعنی فقط اینجا یک علامه سلش یک فورورد سلش اینجا می خلاص. صحیح؟ که نمایندگی از این میکنه که اینمی تگی که شروع شد این بسته میشه، این بسته شد. یعنی هر تگی که هر تگی که در HTML معرفی میشه او باید بسته شه. تا که تگ بسته نشه بازم کار نمیکنه. تگ که شروع شد باید بسته شه. به این شکل شروع میشه، به این شکل بسته میشه. خب اینجا ببین که یک هیدینگ هم دادم. هیدینگ گفته که my first heading در حقیقت اونمو هیدینگ است که در ورد و در اکسل خودش خود در ورد دیدیم دیگه. نوشته یک استایل میده و یک دیزاین برش میده. یا همون هیدینگ است که اینجا یک کمک متفاوت تر از اون. پاراگراف است، پاراگراف هم میفهمید که اینجا تگ پاراگراف. خود تگا را کلش هم میخونیم.
ولی فعلا در مثال اینو یک چیز آورده دارم. خب what is HTML؟ HTML چی است؟ HTML is a language for describing web page. HTML یک لنگویج است به خاطر معرفی کردن، به خاطر ساختن وب پیج ها. صحیح است؟ ولی ما گفتیم که HTML کدام پروگرامینگ لنگویج نیست. اینجا برای ما نگفته که HTML پروگرامینگ لنگویج است، ولی گفته که HTML is a language for describing web page. یک لنگویج است به خاطر describe کردن، به خاطر معرفی کردن و ساختن صفحات اینترنتی. خب اینجا بعضی معلومات دیگر داده. HTML stand for hypertext markup language. از این چیز گرفته شده. اختصاری HTML است. HTML is not a programming language, is a markup language. یعنی گفتیم که HTML یک پروگرامینگ لنگویج نیست، بلکه چی است؟ یک مارکاپ لنگویج است. یک لنگویج است که مارک میشه. کدام پروگرامینگ لنگویج نیست. A markup language is a set of markup tags. یعنی اینمی زبان مارکاپ یا لنگویج مارکاپ یعنی تشکیل شده، ساخته شده از مجموعه مارکاپ تگ ها. صحیح است؟ مارک نشانی کردن میگه، تگ هم شناختیم. یعنی از مجموعه اینمی مارکاپ تگ ها که از HTML ساخته شده. یک پروگرامینگ لنگویج که از چی ساخته شده؟ از واریبل، کیورد ها، کلاس ها، از اون گپا ساخته شده. ولی HTML که از ست یا مجموعه مارکاپ تگ ها ساخته شده. پروگرامینگ لنگویج ها گفتیم هر کدام از خود مثلا واریبل داره، از خود کلاس داره، از خود مثلا کیورد ها داره، از خود سینتکس داره که با کدام شکل نوشته میشه. صحیح است؟ هم سینتکس خود HTML است که در حقیقت سینتکس شکل نوشتاری را سینتکس میگن. HTML is used markup tags to describe a web page. یعنی HTML که از استفاده میشه، یعنی از تگای HTML، یعنی تگای HTML مارک میشه به خاطر دسکرایب کردن وب پیج. یعنی تا که شما تگا را مارک نکنین او شناخته نمیشه. او را گفتیم به شکل بادی تکست میشناسن تا که مارکش نکنین. اگر مارک کردین بازو را یعنی به شکل کد HTML میشناسن. در صورتی که کدش درست باشه، اگر غلط باشه باز غلط باشه براتون رن نمیشه. خب تگای HTML، راجع به تگای HTML معلومات داده که HTML markup tags are usually called HTML tags. یعنی اینمی تگای مارکاپ HTML tags هم میگن، یعنی تگای HTML برش میگن. صحیح است؟ اینجا بعض گپای دیگر هم، بعض معلوماتای دیگر هم راجع به داده. مثلا HTML tags are keyword surrounded by angle, a bracket, a line, that. یعنی angle bracket چی را میگن؟ براکت زاویه دار. متوجه هستین؟ براکت زاویه دار. اینا انگل براکت میگن. یعنی گفته که تگ HTML به این شکل معرفی میشه. like اینی چیز. مثل اینی چیز. HTML tags normally come and pairs like tag B and tag B close. یعنی تگای HTML که است چیز پیرس جوری است. یکیش اگر یک تگ باز کردی او تگ باید پس بسته شود. اگر بسته نکردی کدت کار نمیکنه، کدت اجرا نمیشه. پس تگ را که باز کردی او باید پس بسته شود. خب اینجا باز the first tag in appear is the start tag, the second tag is the end tag. اینا میفهمید که تگ اول تگ شروع است، تگ دیگه تگ آخرش تگ ختم است. یعنی اینی را که شروع کردید اینجا اینا تگ شروع میگه start tag. اینا که ختم کردید اینا end tag یا تگ ختم برش میگن یا خاتمه. و start and end tags are also called opening tags and closing tags. اینا می دو تا رو برنامه چی یاد میکنن؟ یعنی تگایی که start tag و end tag بود اینا برنامه opening tag و and closing tag هم یاد میکنن. یعنی تگ باز کردیم تگ بسته. او را باید میگیم تگ HTML باز، مثلا تگ پاراگراف میگیم، دیگه میگیم بعد تگ شد بسته میگیم. اینا opening و close هم برش میگن. در اینجا HTML document مساوی با وب پیج. هیچ معنی میده؟ یعنی مجموعه داکیومنت HTML که است مساوی با یک وب پیج است. داکیومنت چی رو میگه؟ مجموعه معلومات میگه. معلومات نوشته شده باشه. اونمون موضوعاتی که نوشته شده در حقیقت حالا موضوع که سر HTML است، پس داکیومنت HTMل مساوی با وب پیج. خب HTML document describe web page. یعنی داکیومنت HTML که است برای ما صفحات اینترنتی را معرفی میکنه، میسازه، تشکیل میده، استراکچر میسازه، استراکچر سازی میکنه. ما در HTML هم ورژن های قبلی HTML که بود
دو یک اندازه میشه که شما مثلا تگایی داشتین که برای فونت رنگ میدادین و برای بک‌گراند رنگ میدادین، اونو گپا بود. خب اونا فعلا هم کار میکنه، ولی اونا اکسپایر شد، فعلا از بین رفته، کار یعنی استفاده نمیشه که باید استفادهش نکنیم. فعلا ورژن 5 HTML آمده که HTML5 میگن که ما سر همون کار میکنیم، یعنی HTML5 میخوانیم. HTML document content HTML tags and plain text. اینمی کانتنت داکیومنت HTML به نام content HTML tags یاد میکنن و این به شکل plain text است. یعنی ما در اینجا کد نوشته نمیکنیم. اینمی در حقیقت کدای کانتنت یا اینمی کدای HTML که ما نوشته میکنیم این به شکل plain text نوشته میکنیم. یعنی ما تو کدام کد نوشته نمیکنیم، بعدا اون کد ما به یک چیز دیگه تبدیل شود. فقط به شکل plain text مثل تکست نوشته انگلیسی نوشته میشه. HTML document are also called web pages. باز هم میگه گفته که همچنان اینمی داکیومنت HTML برام وب پیج هم چی میشه؟ یاد میشه. خب بعضی موضوعات دیگر هم در اینجا ذکر کردن که the purpose of web browser like Internet Explorer or Firefox is to read HTML document and display them as a web page. یعنی گفته که هدف از یعنی مطلب از براوزرهای مثل اینترنت اکسپلورر و براوزر موزیلا فایرفاکس و کروم و سفاری و کل چیز براوزرهایی که میبینیم، یعنی اکثرا مطلب اینایی است که داکیومنت HTML بخوانن، چون اینا کدای سرور بیس خوانده نمیتونن. یعنی اینمی در حقیقت براوزر کروم که است، براوزر اینترنت اکسپلورر که است، اینا نمیتونه کدای ASP.NET بخونه، کدای PHP رو بخونه، کدای JSP رو بخونه، از اینا رو خوانده نمیتونه چون اونا سرور بیس است. اونا کدایشون در سرور رن میشن. ولی اینمی براوزرها فقط به هدف این استفاده میشه که کدای HTML بخونه. هدف اصلی براوزرها است که as to read HTML document and display them as a web page. و ای که او را دیسپلی بتا نشان بتا به شکل یک وب پیج کد داره. The browser does not display the HTML tags. او تگای HTML براوزر نشان نمیده دیگه. متوجه هستی؟ شاید کار کرده. این تگایی را که ما در اینجا استفاده کردیم، مثلا تگ HTML، تگ بادی، این تگا را براوزر نشان نمیده. این براوزر میشناسه. این براوزر نشان نمیده. فقط اینی چیزا برای ما نشان میده. ببین اینی تگ است، این نشان نمیده. ولی اینی که بین دو تگ استفاده شده، این نشان میده. The browser does not display the HTML tags. تگای HTML براوزر نشان نمیده. But use the tags to interpret the content of the page. مگر یعنی از تگای HTML به خاطر انترپریت کردن کانتنت و پیج میکنه استفاده میکنه. مثلا کانتنتش چی است؟ اینجا ما گرفتیم heading 1 یا h1. باز h1 اینی پاراگراف ما نشان دادیم، اینی متن نشان دادیم. پس اینی در حقیقت تگای HTML است. اینمی تگای HTML براوزر نشان نمیده، بلکه از این به خاطر انترپریت کردن اینی چیز استفاده میکنه. به خاطر انترپریت کردن اینی تگا استفاده، اینی معلومات استفاده میکنه. توجه هستین؟ اگزامپلش گفته که اینجا بعض اگزامپلش اکسپلین کردم. The text between HTML and tag HTML بسته. Describe the web page. یعنی شما اگر معلومات نوشته کردین این تکستتان در بین چی میه؟ در بین میه و به می شکل تگ HTML پس بسته میشه. به می شکل بادی است، باز تگ بادی هم بسته میشه و این معلومات دیگه است. خب یک بیسیک انتروداکشن، یک بیسیک معلومات راجع به HTML است. خب این تگای HTML است، اینم شناختی. هر کد HTML با این شروع میشه، پس با همین ختم میشه. ختمش با یک فورورد اسلش میاد قبل از اونمو نام همون تگ. یک مثال خردش کار میکنیم. اینجا ببینیم در نوتپد مثلا نوشته میکنیم تگ HTML. شفت فشار میگیری با اینمی این علامه کوچکتر میگنی. تگ HTML شروع. پس تگ HTML بسته میکنیم. بستش که چی میشه؟ با این شکل یک فورورد اسلش میاد. تگ HTML بسته. حالا داخل تگ HTML چند چیز دیگه میتونه بیاد. یک بادی است. صحیح نیست؟ یک هیدر هم برش میاد. هیدر هم میاد. یگان مردم تگ هید استفاده میکنن. تگ هیدر. هیدر چی نمیگه؟ هید. عنوان هم میگه هیدر. یک تگ هید استفاده میکنن با تگ هید پس بسته میکنن. دیگه پای یکی درست شاید ابتدایی باشه برات باز میشه یه موضوع تا جدید باشه. تگ بادی مثلا. تگ بادی است.
تگ بادی رو دوباره پس بستن. بادی کدام ساحه را میگن؟ اینجا ببینیم که بادی کدام ساحه را میگن. اینجا براوزر رو باز میکنیم. خب میشه که در این مثال کارش کنیم. این تگای HTML با خاطر معرفی میکنیم که براوزر بشناسه این معلومات مربوط میشه این در ساحه HTML نوشته شده. بشناسه که این مربوط میشه به HTML. مربوط میشه به HTML. حالا ما معلومات که نوشته میکنیم در واقع این تگ هید باید در اینجا بسته کنیم. راجع است تگ هید باید در اینجا بسته شود. در بادی میایم اینجا نوشته میکنیم یک چیز نوشته میکنیم مثلا در H1 میگم برای ما نشان بده. مثلا میگم this is my first web page. دوباره پس چی کار میکنیم؟ تگ HTML بسته میکنیم. تگش چی بود؟ H1 heading 1. حالا سال کو این تگ در اینجا میتونی بسته کنی. اینا میتونی پایان هم بسته کنی. هر طرف که انتر کنی این فاصله کدام معنا نمیده. خب اینو به شکلی در این قسمت بسته کنی. باز ما اینا به این شکل کار میکنیم خوبتر برامون معلوم بشه. خب حالا را که سیو میکنی با کدام فرمت سیو میکنی؟ کدام فرمت ها میتونیم سیو کنیم؟ خب میتونیم مثلا به نام test.html میتونیم ذخیره کنیم؟ HTML خالی. خب HTML خالی که است اکستنشن یا فرمت ورژن های قدیمی HTML است. با اون شکل میتونیم ذخیره کنیم و به شکل HTML هم میتونیم ذخیره کنیم. میایم در روی دسکتاپ این را ذخیره میکنیم test.html بسیار. حالا بیا این را رن کن. برام test.html. این را باید که چی رن کنیم؟ که در براوزر دیگه. حالا دلت که از براوزر استفاده میکنیم. مثلا از اینترنت اکسپلورر استفاده میکنیم. ببین معلومات رو اینجا نشان میدم. This is my first web page. الان سعی کن. اینی ساحه در مجموع چی است؟ اینی ساحه را در مجموع به نام بادی یاد میکنن. اینی ساحه بادی است. هر معلوماتی که نوشته میکنی در ساحه بادی نشان داده میشه. ولی وقتی که تو هیدر در اینجا تعیین میکنی، تو مثلا در اینجا تایتل تعیین میکنی، اون گپای موضوعات بعدی است. متوجه هستی؟ حالا اگر من هیدینگ از این را پس کنم، یک مثال کوچک شکار کنم. تگا را کلش میخوام. هیدینگ از این را پس میکنم. اینجا میای مثلا H1 از این را پس میکنی را H5 میگیری. هیدینگ 5. این دوباره کنترل S در براوزر می اینیش بسته کو اینجا بیاد. یک بار را چی میکنی؟ رفرش میکنی. حالا چی شدی؟ با هیدینگ 1 با هیدینگ 5 تبدیل شد. خب اگر تو اینجا معلومات دیگه نوشته میکنی، مثلا فرض کن اینجا اومدی با این اندازه معلومات اضافه دیگه نوشته میکنی. این سیو کردی کنترل اس اینجا میاریم این یک بار رن میکنیم. این معلومات چون نشان میدن؟ به خاطر که در ساحه بادی است نشان میدن. متوجه هستی در ساحه بادی است به اون خاطر برامون نشان میده. خب یک مثال خورد از یک وب پیج بودی وبسایت بودی وبسایت استاتیک. حالا در هیدر هم میتونید که یک معلومات نوشته کنید. متوجه هستی؟ مثلا نوشته میکنید که welcome to my first website. ये सेव करें और मेरे में पर اینال چی شدی ساحه؟ این هیدر شد دیگه. اینی ساحه هیدر شد. اینال از اینجا بادی شروع شد. اینال من اینجا میتونم تایتل هم بگیرم. و داخل هیدر اینجا میام یک تگ تایتل میگیرم. مثلا تگ تایتل شروع. تگ تایتل دوباره بسته میگیرم. تگ تایتل دوباره بسته میگیرم. اینو بسته کنیم. خود تایتل چی نوشته میگیریم؟ تایتل نوشته میگیریم مثلا تست. کنترل سیو میکنیم. میایم یک بار این رن میکنیم. خب چرا دیگه را پس کرد؟ در اینجا ببین تایتل در اینجا است. تگ تایتل شروع. صحیح است؟ تگ تایتل دوباره ختم شد. اینجا ببین چی نوشته شده؟ این متن پاک میکنه. از اینجا این پیلا از اینجا پاک میکنه. اینجا تگ ببین که اینی try tag terus nih ya bisa kita tag Ctrl S kemudian run. خب
تگ تایتل شروع در تایتل اینجا نوشته کردیم this is for a test for title. بعد رو سیو میکنیم، اینجا میای رن میکنیم، اینجا برات نشان میده. صحیح است؟ برای از اینکه اینا در خطای جداگانه برای چی میکنیم؟ بریک میکنیم. چه قسم بریک میکنیم؟ اینجا ویلکم آمد و این قسمت هم این دیگه است. از چی باید استفاده کنیم؟ از تگ بیار استفاده کنیم. خب اینجا میشه که یک چی استفاده کنیم؟ تگ بیار استفاده کنیم. تگ بیار سیو میکنیم، رن میکنیم، ولی میاد پایان. خب یک معلومات کوتاه برای امروز. بس